خود محمد صلاح پنالتی رو میزنه و توپو به بیرسین. خود ماتتا با تمرکز بالا ضربه پنالتی رو بازیکن دوئل میبره. مکالیستر ضربه پنالتی رو میزنه و توپو دین هندرسون گرفت. ابرچی ازه ضربه پنالتی رو میزنه و آلیسون بکر توپو گرفت. بخصوص لیورپول رو بزنه. کودی خاکپو ضربه پنالتی رو میزنه و توپو گل میکنه. سار پنالتی رو میزنه و مسلط میزنه. با تمرکز بالا پشت این ضربه پنالتی قرار گرفته. آرویلیو ضربه پنالتی رو زد و دین هندرسون گرفت. چون باید گل کنن لیورپولی ها، خیلی دور از ذهنه. کریستال پالاس رو خودم بازی میزنه. سوسا زد و توپ تیر دروازه برخورد کرد. دومینیک سوبوسلای ضربه پنالتی رو میزنه و توپو گل میکنه. دونی ضربه پنالتی رو میزنه و توپو گل میکنه. این ضربه مهر کریستال پالاس روی سوپر جامه.